شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان و سروران قرار داریم. مهمان و کارشناس ما در این برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری هستند. در نخست سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را یک بار دیگر خوش آمدید میگویم. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، البته مثل که دیروز هم شاهد بودید موضوع برنامه ما مدرسه حج بود. امروز نیز با ادامه همین موضوع مدرسه حج خدمت شما خواهیم بود. تمام عبادات دارای دروس فراوان می باشند و در تمام عباداتی که الله متعال بالای بندگانش فرض گردانیده دروس فراوان نهفته است. برابر است که آن عبادت نماز باشد یا روزه باشد و یا هم زکات باشد و یا هم حج. البته حج نسبت به سایر عبادات متفاوت تر می باشد و درس هایی که در حج نهفته است بیشتر از سایر عبادات می باشد. البته خدمت جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری سوال هایی که مطرح خواهم کرد عبارت است از مدرسه حج. تمام عبادات دارای دروس فراوانی می باشند، اما بیشترین اصطلاح یا کاربرد مدرسه وقتی که همراه عبادت ها ذکر می شود با حج بیشتر نسبت به نماز، روزه، زکات ذکر می شود. مثلا بیشتر از مدرسه نماز، مدرسه روزه، مدرسه زکات، مدرسه حج کاربرد و اصطلاح بیشتر دارد بر روی زبان ها و حتی علما در این موارد نوشتارهای خیلی زیادی دارند روی مدرسه حج یا حج مدرسه است یا دروسی که از حج گرفته می شود. جناب مولانا میشه برای ما در ابتدا بگویید که در حالی که سایر عبادات خالی از دروس نیستند، دارای دروس فراوان می باشند، چرا کاربرد مدرسه همراه حج بیشتر است که مدرسه حج یا درس های که نهفته در حج هست یا درس هایی که برگرفته از این عبادت بزرگ که رکن پنجم اسلام همانا حج هست می باشد؟ چرا مدرسه حج بیشتر استعمال می شود و مدرسه حج گفته می شود؟ تشکر. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مسألة حج میبینیم که نسبت به سایر مراسم عبادی و یا ارکان اسلام کاملا متفاوت هست. به اینکه چرا حج را مدرسه میگویند یا مدرسه حج گفته شده، تشابهاتی که بین مدرسه و بین این مراسم عبادی و اسلامی نهفته هست خیلی شباهت نزدیک و قریب دارد. اولا وقتی نگاه میکنیم مدرسه یا یک مکتب به تعبیر امروزی، وقتی کسی میره در اونجا ثبت نام میکنه، خود مکتب و مدرسه از خود یک زمان مشخص، یک مکان مشخص، یک منهج مشخص
و برنامه مشخص در اون نهفته هست. در برنامه حج هم ما چنین تشابه را میبینیم و شاگردانی که در مدرسه ثبت نام میکنن میبینیم که در مراسم حج هم جریان ثبت نام هست. شاگردانی که در مدرسه پایبند قانون و نظم و نظام مدرسه هستند، در حج هم باید شاگرد این مدرسه پایبند قانون و اینها باشه. و در مدارس هم اکثر مدارس رو وقتی نگاه میکنیم، شخص وقتی وارد مدرسه میشه باید که جانی و مالی مصرف بکنه، یعنی هم وقت بگذاره و هم از مال خود در اون راستا برای ترتیب و تنظیم او منهجی که برایش درس و تدریس میشه کاملا باید از مال خود هم صرف بکنه. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی میفرمایند بنی الاسلام علی خمس، بنا شده اسلام بر 5 چیز که شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اول کلمه طیبه مبارکه هست. میبینیم که یعنی رکن اساسی اسلام که توحید هست و کلمه طیبه مبارکه هست. فقط الفاظی که با زبان گفته میشه و قلب تصدیق میکنه، در این مکان مشخص تعیین نشده که حتما وقتی وارد مسجد شدی کلمه بگو، حتما وارد خانه شدی کلمه بگو. از ابتدای که در اسلام داخل شدی و تا نهایتی که از دنیا میری، در هر زمان و در هر مکانی که هست پایبند این کلمه مبارکه باش و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ادامه حدیث میفرمایه و اقام الصلاه، برپا داشتن نماز. نماز رکن اساسی اسلام هست که برای ازی زمان مشخص هست. ما اوقات نماز یا صلات وقتی نگاه میکنیم ابتدای وقت انتهای وقت، اما مکان مشخص 100% که فقط نماز ما داخل مسجد درست باشه و بیرون از مسجد نه، به تعبیر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که از برکات نبی کریم صلی الله علیه و سلم و از فضل الله سبحانه و تعالی نسبت به امت رسول صلی الله علیه و سلم، کل این کره خاکی برای امت رسول صلی الله علیه و سلم مسجد هست. در هر جایی که مسجد بسازیم درسته و همچنین نماز خود را داخل مسجد و خارج از مسجد که بخوانیم درسته. میبینیم قضیه زکات قضیه که کاملا تعلق به مسئله مال هست. بحث زکات دادن باز هم برای از او اگر زمانی مشخص شده، مکانی مشخص نشده که شما زکات را حتما در داخل مسجد بدین، بیرون از مسجد بدین، در فلان منطقه و قریه و اینها، در هر گوشه‌ای که فقرا و مستضعفین بود شما میتونیم بالاخره زکات را برای از اونو بپردازیم. اما میمون رکن پنجم و رکن اساسی همچنین روزه که هست. مسئله صوم یک زمان مشخص داره اما مکان مشخص نداره که در فلان کشور روزه فرض هست، فلان کشور روزه فرض نیست. رکن پنجم اسلام که الله سبحانه و تعالی در قرآن اشاره میکنه بحث حج و جریان حج و مسائل حج، رکنیه که مرتبط میشه به زمان خاص، به مکان خاص و در این راه هم باید انسان یعنی جانی در خدمت این راه باشه و هم مالی. پس کاملا این قضیه متفاوت میشه با عبادات نسبت به عبادات و ارتباط میگیره به مدرسه و ارتباط میگیره که مدارسی که قبلا اشاره کردیم. در تمام وقتی که ما در یک محل در یک منطقه یک مدرسه هست، ما 100% از هر خانه از هر خانواده یک نفر در اون مدرسه ما داریم که در اونجا مصروف درس و تدریس و اینها هست. وقتی ما میگیم در یک منطقه مدرسه داریم و از هر خانواده یک نفر در اون مدرسه مصروف و مشغول درس و تدریس هست، فراگیری علم هست، کل امت اسلامی به منزله یک قریه و این کنگره بزرگ و تجمع امت اسلامی در سرزمین مبارکه مکه مکرمه. پس یک مدرسه هست. به خاطر چی؟ طبعا از هر مسلمانی، از هر قومی، از هر قبیله، از هر ملتی در این سرزمین یک نماینده هست که در اینجا حضور پیدا کرده. بنابراین مسئله دیگری که پیرامون حج
چی ربطی به مدرسه داره که استعمال میشه؟ ما در هر محل و منطقه‌ای که در دنیا میبینیم که مسلمان ها سکونت دارن، در اون محل و منطقه یک مسجد هست و مسجد رو همیشه تعریف میکنیم که این یک مکتب، یک مدرسه، شبانه روز 5 مرتبه شما به این مدرسه بریم درس بگیریم. الله سبحانه و تعالی در این اماکنی که تحت نام مسجد هست امام مقرر شده و برای راهنمایی انسان ها. کل مساجد دنیا رو وقتی ما میگیم اینها مکتب و مدرسه هست و شبانه روز 5 مرتبه تو میایی در این مسجد ارتباط با الله سبحانه و تعالی برقرار میکنی، کل این مساجد چیه؟ و ان المساجد لله، مساجد از خدا هست. خب این همه مساجد مرتبط و ارتباط داره به اولین مسجد یا به اولین خانه‌ای که مسما به خانه الله سبحانه و تعالی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. وقتی ما نگاه میکنیم مسجد مدرسه شد، مسجد یک پایگاه علمی هست، مسجد یک پایگاه فرهنگی امت اسلامی هست که مسلمان ها از اونجا درس میگیرن و دروس خود را از اونجا، مسائل عبادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی. در هر مسجد محراب هست. محراب یعنی توجه محراب به کدام طرف هست؟ توجه اهل مسجد طرف بیت الله هست، کعبه معظمه و مشرفه و مکه مکرمه هست. میخواه که این نشان بده که شما همیش در اون مدارس کوچک درس و تعلیم گرفتیم و پروردگار خود را شناختیم، الان بیاییم به جایی که اصل و اساس و دین از این منطقه برای شما رسید. و به هر حال درس توحید و یکتاپرستی هم مسائل دیگری که ربط و ارتباطی که باز هم به مساجد میگیره، به این مدرسه بزرگ. ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. خود ابراهیم علیه السلام، خود ابراهیم یک مکتب بود، یک مکتب بود. وقتی ما نگاه میکنیم الله سبحانه تعالی از ابراهیم علیه السلام به عنوان امت یاد میکنه. ابراهیم یک امت بود. یعنی چی؟ یعنی مدرسه بزرگ، مدرسه توحید، مدرسه یکتاپرستی. ابراهیم علیه السلام یعنی کسی که ابراهیم علیه السلام بشناسه، یعنی از ابراهیم درس میگیره، درس توحید، درس توکل، درس شجاعت، درس چنان دروسی صبر و استقامت و بردباری و چگونه در مقابل نمرود و نمرودیان استاده شدن. این درس مکتب ابراهیم علیه السلام. و همه روزه ما در نماز خود در مساجد ما وقتی میخوانیم درود ابراهیمی، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی وقتی میگه در حج بیا، در این مدرسه که بنیانگذاره، یعنی امام الموحدین بشناسی که یعنی رئیس مدرسه توحید کیست و بالاخره درس توحید و یکتاپرستی برای تو کی میدهد و از کجا میآموزی. این چون ارتباط داره با ابراهیم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام امام الموحدین، امام الانبیا، گفتیم که خود از یک مدرسه و اینها. و دیگر این که وقتی که نگاه میکنیم در هر مدرسه پایبندی قانون و قواعد. مدرسه از خود یونیفرم خاص داره. هر مدرسه، هر مکتب، هر جایی که در اونجا برای فراگیری علوم هست از خود یونیفرم خاص داره. وقتی شما گفته نشده که شما وقتی به نماز میایید فلان لباس رو بپوشید، در ماه مبارک رمضان روزه که میگیرید فلان لباس رو بپوشید، در پرداخت زکات فلان لباسه. در این حالت اما در قضیه حج، حالا در مدرسه وقتی شما داخل میشیم هر مدرسه از خود یونیفرم خاص داره. این لباس رو بپوش، این لباس مدرسه هست. حج که داخل شدی در ابتدا این مدرسه لباس رو مشخص میکنه. به این مدرسه که داخل شدی متوجه باش که لباس مخصوص احرام هست. به این مدرسه که داخل، هر مدرسه از خود شعار خاص داره. به این مدرسه که داخل شدی شعارش لبیک اللهم لبیک هست. در این مدرسه که داخل شدی متوجه باشی که ممنوعات داره.
در این مدرسه که داخل شدی این قانونش هست، این قواعدش هست، این بالاخره منهجش هست. همه اینها ربط و ارتباط میگیره به این که چون تشابه کامل نسبت به مدارس من و شما در محل و منطقه خود که تحت نام مدرسه و مکتب میبینیم، حجرم که میگن مدرسه بزرگ، کنگره بزرگ، کنفرانس بزرگ، بالاخره به اصطلاح امروزی یک کورس و یا سیمینار بزرگ، چون ارتباط میگیرد کاملا جنبه تعلیمی داره و شاگردان خود را از ابعاد مختلف میآموزاند. تشکر، جزاکم الله خیرا. بدون شک با فرمودات شما که حج یکی از بزرگترین مدارس اسلامی هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم این عبادت بزرگ را به حیث یک مدرسه و یک سیمینار البته استعمال کردن. جناب مولانا، بدون شک از وقتی که حاجی احرام لباس مخصوص این مدرسه را وقتی که بر تن می کند، دروس این مدرسه آغاز می شود که حاجی باید از همان لحظه درس های مختلفی را بیاموزه، برابر است که توحید باشه، اخلاق باشه، احترام باشه، ایثار باشه، قربانی باشه، فداکاری باشه، احترام باشه، اخوت و برادری باشه. درس های زیادی در این مدرسه بزرگ و در این کنگره بزرگ امت اسلامی نهفته است. بحث های زیادی می شود که قسمی که شما اشاره کردین که مؤسس این مدرسه که ابراهیم علیه السلام است، امام الموحدین، باید توحید و توکل و صبر و شجاعت و قربانی را از ابراهیم آموخت. اما ما اینجا می خواهیم که یک بخش دیگه یا درس دیگه از این عبادت بزرگ را برای ما هویدا بسازید. دروسی که مرتبط به آخرت شوه از حج چی است و درس هایی که مرتبط به آخرت باشه و ما او را از اینجا بیاموزیم؟ حقیقتا مسئله حج همونطوری که شما اشاره کردیم دروس زیاده داره. یعنی کاملا در حج اول که دروس دینی، دروس سیاسی، دروس فرهنگی، دروس اقتصادی در عرصه های مختلف و در ابعاد مختلف درس ها نهفته هست. به این که دروس اخروی و یا مسائل آخرت شما ببینید در ابتدا وقتی حاجی قصد و اراده حج میکنه، وقتی به محلی که به عنوان میقات گفته شده به اونجا میرسه و یا قبل از میقات یا در خود میقات، در ابتدا اول غسل میکنه و لباس احرام را به تن میکنه. خود همین غسلی که مستحب هست یا به شکل استحباب اجرا میشه، حاجی به یاد غسل میت میاندازه، چون در مقابل چشم خود او دو پارچه سفید میبینه که من لحظات بعد ایر به تن میکنم. وقتی که حاجی غسل میکنه، این غسل نشانه اینه که روزی از دنیا میروی و تنت شستشو داده میشه و این کفن که لباس احرام روزی بر تنت خواهد شد و این لباسیه که بالاخره همانطوری که کفن به جان تو پیچانده میشه و راهی آخرت میشی و امروز این لباس رو میپوشی و راهی سرزمین مکه میشی. نکته دیگری که با او ذوق و شوق و علاقه‌ای که حاجی داره، به خاطر چی؟ با چشمان پر از اشک، با همه سوز و گداز، من میروم تا کعبه معظمه و مشرفه را ببینم، خانه خدا را ببینم، این اول بیت وضع للناس را ببینم. انسان بیاد این بیفته که آن لحظه‌ای که من وقتی کفنم به تنم شود، آیا در آن روز با چه شوقی به دیدار پروردگار میروم. امروز به دیدن خانه خدا و فردا وقتی از دنیا برم به دیدن و به لقای پروردگار عالم مشرف میشم. کاملا مسئله آخرت میآیه به چشم و دید حاجی. وقتی که قضیه‌ای که احرام بسته کرد حرکت میکنه، شعارش چیه؟ لبیک اللهم لبیک. در اینجا حاجی کاملا خود را تسلیم پروردگار میکنه، تسلیم پروردگار. همه شعارها کنار گذاشته میشه. مثلا رئیس جمهور، وزیر، مأمور، بالاخره تاجر، فقیر، غنی، هر کس که هست
دیگه کاملا او شعاری که در گذشته مثلا با بین رسمیات خود داشت، بین کابینه خود داشت و در هر حال حالا از همه خلوت کرده. چون لحظه‌ای که انسان رو وقتی طرف قبر میبرن دیگه به تنهایی قرار میگیره، فقط سر و کارش با الله سبحانه و تعالی میشه. در این جهاجی با کفن پوشان، به همینه که هم یکی از شعرا میگه در حریم اقدست یا رب کفن پوش آمدم، در طریق بندگیت حلقه در گوش آمدم. من اگر وزیر بودم الان سرباز هستم، من اگر رئیس جمهور هستم الان سرباز هستم. همه این مسائل به چی تبدیل میشه؟ وزیر، تاجر، همه فقیر، غنی، فلانی خان، فلانی مثلا تمام القاب، قماندان فلانی، ملک فلانی، قماندان فلانی، وکیل فلانی، تاجر فلانی، همه اینها تبدیل به چی میشه؟ با حاجی صاحب. حجاج آمدن، حجاج رفتن، حاجی کجا رفت، حاجی کجا آمد. انسانی که وقتی کفن بسته شد دیگه به هیچ وقت و به هیچ عنوان نمیگن که میگن پادشاه صاحب کجا گذاشتن، وکیل صاحب کجا هستن، فلان صاحب کجا. میگن جنازه کجا هست، جنازه خواندید، جنازه بردید. همه القاب تبدیل میشه به جنازه. در مراسم حج هم حجاج رفتن. هیچ وقت در اخبار گفته نشده که حجاج رفتن، به عقیب حجاج پادشاه ها و وکیلا و وزیرا و اینها هم رفتن. نه، همه حجاج رفتن. حجاج به عرفات رفتن، حجاج به منا رفتن، حجاج به مزدلفه رفتن، حجاج به فلان. کاملا این صحنه که انسان به یاد آخرت می اندازه. مسئله دیگر این که قضیه سعی. در حج ما سعی داریم، سعی بین صفا و مروه، سعی بالاخره یعنی تلاش. این بیانگر چیه؟ اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا همین که شما فقط بگیم پروردگار ما الله هست و دیگه تلاش نکنیم به جای میرسیم؟ نه خیر، چنین نیست. آیا شما ما این به سوی خدا وقتی حرکت بکنیم، الله را از خود راضی بکنیم، ما رو به این متوجه میسازه که ای انسان، تو که راهی آخرت میشی، این سفر آخرت همانطوری که این سفر دنیا حج سعی به کار داره، تلاش به کار داره، متوجه باش که آخرت هم نیاز به سعی، نیاز به تلاش، نیاز به دست آوردن. چون الله سبحانه و تعالی میفرمایه لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله شما را در تحت ابتلا و آزمایش قرار داده تا کدام یک عمل نیک انجام میده. احسن گفته، اکثر نگفته. و همچنین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر میخوای راههای آخرت بر روی تو سهل بشه، آسان بشه، همه اینها تلاش بکن، الله را از خود راضی بگردان. لیس للانسان الا ما سعی. و همچنین قضیه عرفات که بسیار قضیه مهم و الحج عرفه گفته شده. الله سبحانه و تعالی میفرماید یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. آن هنگامی که سور دمیده می شود، فتأتون افواجا، شما میایید گروه گروه. وقتی آمدن گروه در حشر، این صحنه در کجا نمایان میشه؟ در روز عرفات. همانطوری که از آدم تا به خاتم افواجا، گروه حاضر میشن در میدان حشر، از هر طرف، از هر کشور، از هر نقطه، با لباسهایی که گفتیم که با زبانهای مختلف، با نژادهای مختلف، با بالاخره همه با لباس واحد، با شعار واحد جمع میشن در سرزمین عرفات. این صحنه که حاجیر کاملا متوجه میسازه به طرف آخرت و این صحنه‌های محشر تمثیل میشه در اون لحظه‌ای که الله سبحانه و تعالی میفرماید یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. خلاصه در حج انسان به یاد غسل میت میفته، انسان به یاد کفن میفته، انسان به یاد محشر میفته، انسان همانطوری که به ذوق و شوق کعبه میره که به کعبه چشمش به کعبه بیفته،
رو به طرف آخرت، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. انسان به ذوق و شوق به طرف آخرت، به ذوق و شوق دیدار پروردگار عالم. به هر حال تمام مراسم حج وقت نگاه کنیم، به هر کدام نهفته ذکر الله سبحانه و تعالی و یاد الله سبحانه و تعالی اشتیاق دیدار پروردگار عالم افزوده میکنه. هر چیزی شما در دنیا زیاد و کثرت رو یاد بکنیم، عشق و محبت او در دل بیشتر میشه. از ابتدا که شما به احرام داخل میشیم تا لحظه ای که طواف و ودار انجام بدیم و سرزمین حرمین شریفین اجازه بگیریم، کاملا زبان شما، قلب شما همه به یاد خدایه. هر قدر ذکر الله سبحانه و تعالی اضافه میشه، اشتیاق انسان به طرف آخرت، به لقای پروردگار عالم بیشتر و بیشترتر میشه. من میخوام یک نکته اشاره کنم جناب استاد بزرگوار، میفهمم شاید وقت و گذر برای ما اجازه نده. ما در قرآن یک سوره داریم به نام سوره حج. سوره حج در ابتدای این سوره حج الله سبحانه و تعالی بحث از عرفات و منا و مزدلفه و احرام نیست که به ابتدای این سوره الله اشاره کنه که شما وقتی به عرفات رفتید، به منا رفتید، یا از ابتدا شروع کنه که شما احرام رو این گونه بسته کنید و این گونه بپوشید و از فلان جا اینها. ابتدا شروع میکنه یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، بترسید از پروردگار خیش. مسئله تقوار خدا ترسیر مطرح میکنه. بعد میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. متوجه باش که مسئله آخرت مسئله تکان دهنده است. ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت وتضع كل ذات حملها كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. الله اکبر. بحث آخرت، صحنه آخرت در اولین آیات سوره حج. بعد از چند آیه که اوستر میریم، یک صفحه دو صفحه یک صفحه بعد بیان میکنه الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم. همه این مسائل میخوای مطرح بکنه که آیا نمیبینی، نمیدانی که الله سبحانه و تعالی دیگران هستن عبادت میکنن، همه گوش به فرمان پروردگاره. چی؟ من فی السماوات و من فی الارض، شمس، قمر، همه اینها، نجوم، حتی و الدواب، همه اینها گوش به فرمان هستن. متوجه باشید که مسئله آخرت، و بعد متوجه باشید که الله دیگه مخلوقی هم داره که همه گوش به فرمانن. تو انسانی که حال عزم و اراده این سفر کردی، متوجه باش که وقتی میگی لبیک اللهم لبیک، کاملا خود را سرباز این راه بدانید. بعد از اینها قضیه حج مطرح میشه. در ادامه باز متوجه میسازه که بحث قربانی یا اضحیه یا هدیه‌ای که هست، بحث هدیه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی. همه این مسائل این میخواه که برای ما بفهمانه و ما را متوجه بسازه به این که ای انسانی که تو در این راه حرکت کردی، متوجه باش که قبل از حج، قبل از بحث حج، قبل از حرکت به حج، برای اصلاح قلوب تلاش بکن، اصلاح فکر تلاش بکن. همه اینها به خاطر اینه که آخرتت خوب بشه، همه اینها به خاطر اینه که متقی بشی، همه اینها به خاطر اینه که تو پرهیزگار بشی، همه اینها به خاطر اینه که صحنه‌های هولناکه. حالا تو آمدی عرفات دیدی، وحشت کردی که این روز چقدر وحشت، چقدر ازدحام، چقدر زحمت، چقدر بالاخره همه اینها لسانهای مختلف. یک حاجی خیمه خود را گم میکنه، یک حاجی راه خود را نمیدانه، یک حاجی نمیفهمه کجا هست کجا نیست، چقدر میگه امروز رسیم که نمونی. الله میگه ای انسان، این نمونه ذره ذره از آن روزیه که ان زلزله الساعه شیء عظیم، از آن روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، از آن روزی که
یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. از آن روزی که آیاتی که در قرآن بحث قیامت، فاذا جاءت الطامة الكبرى فاذا جاءت الصاخه، همه این مسائل پس انسان را متوجه می سازه. یعنی لباس احرام اینه که اگر امروز تکه در تن تو شده که عورت تو را می پوشانه، متوجه باشی که روزی می آیه که در آن روز هیچ چیز در تن تو نیست. در آن روز روزیه که تو استاده میشی و از آن روز روزیه که حتی طفلی که سینه مادر در دهنش گذاشته باشه، از وحشت اون روز مادر طفل رها میکنه و طفل مادر رها میکنه. همه این مسائل مسائلیه که از ابتدای حج تا انتهای حج کلا جریان آخرت و مسائل آخرت و همه اینها برای ما تمثیل میشه و ما را متوجه سفر آخرت میگردانه. بازم تشکر، جزاکم الله خیرا. اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه را ببینیم. بیننده‌های عزیز، یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و با ادامه همین موضوع مدرسه حج و درس های دیگری از حج خدمت شما برمیگردیم. با ما باشید. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك واغفر للذنوب، لبيك ها إني أتوب، أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب، يفوز لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. با سلام دوباره خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی، با موضوع مدرسه حج در ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما هستیم. قبل از اینکه به میان برنامه برویم، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری روی این که چرا حج را مدرسه مینامند صحبت‌های تفصیلی داشتن و گفتن که حج کاملا شبیه یک مدرسه و یک مکتب است، از نگاه ضبط اوقات، مکان، لباس خاص،
قوانین و ضوابط، محظورات و ممنوعات، همه اینها شبیه یک مدرسه و یک درسگاه هستند. به این خاطر حج را مدرسه می نامند. و سپس در مورد در این مدرسه درس های زیادی گرفته می شود. طالب هایی که به این مدرسه وارد می شوند دروس زیادی از این مدرسه می گیرند. درس هایی که مرتبط به آخرت می شد، جناب مولانا به آن اشاره کردند که گفتن از ابتدای حج وقتی که حاجی برای پوشیدن لباس احرام غسل می کند، این غسل کاملا شبیه غسل میت می باشد و لباس احرام کاملا شبیه همون کفنی است که بر تن میت میگذارند. و سپس شعار حج رفتن به صفا و مروه، طواف اطراف کعبه و میدان و صحرای عرفات کاملا صحنه های از محشر را تمثیل و تصویر می کند که این درس هایی بود که حاجی از حج در مورد آخرت می گیرد. حالا البته هر قدم در حج درس فراوانی دارد. طواف، سعی بین صفا و مروه، رفتن به منی، خوابیدن در منی، رفتن به مزدلفه، خوابیدن در مزدلفه، رفتن به عرفات، برگشتن از عرفات، قربانی و غیره مناسک حج هر کدامش البته درس های زیادی داره. ما نمیتونیم درس های برگرفته از هر یک اینها را اینجا بیان بکنیم، اما میخوایم جناب مولانا که یکی از مناسک بزرگی که در حج هست رمی جمرات یا همان شیطان ها را سنگ زدن و غیره که مشهور هست. جمره عقبه و جمره اولا و وسطا که سنگ زده می شود. البته در روز دوم ذوالحجه تنها جمره عقبه زده می شود، سپس 3 روز دیگه هر 3 جمرات سنگ زده می شوند. حجاج با یک شوق و ذوق، با یک واقعا دیدنی هست وقتی که به سوی جمرات می روند و چطور سنگ میزنن. میشه بگوین که چی درس های اینجا نهفته است؟ حاجی با 7 سنگ باید برای یک جای مخصوص را، سنگ ها باید خرد خرد باشه مثل دانه نخود یا کمی از او بزرگتر، 7 سنگ بزنن. چی درس های اینجا نهفته است؟ قضیه جمرات یا رمی جمره که هست، زدن شیطان که هست، شما ببینیم تمام دستورات الله سبحانه و تعالی و دستورات رسول صلی الله علیه و سلم خالی از حکمت نیست و در او یقینا که دروسی نهفته هست برای هرچی بهترتر شدن زندگی دنیا و آخرت انسان. قبل از اینکه من دروسی که در جمرات نهفته بیان کنم یا اشاره کنم، میخوام این نکته بگم که رمی حجاج میآیند شب مثلا از روز 8 که شب 9 باشه، حجاج حرکت میکنن میآیند در منی. در منی منطقه‌ایه که در اونجا جمرات قرار داره. ولی در این شب حق زدن رو ندارن، حجاج جمرات رو نمیزنن. بعد صبح 9 میرن طرف عرفات. بله. از عرفات برمیگردن میاین مزدلفه و از مزدلفه روز در مزدلفه میمونن. بله. روز اول عید که روز 10 ذوالحجه باشه میاین در ابتدا جمره عقبه میزنن. خب حجاج باید در اون شب اول که می آمدن جمره رو میزدن. اینجا که شریعت مقدس اسلام میگه شما عرفات رو پشت سر بگذارید و قبل از اینکه شما به عرفات بروید یک مرتبه منا را ببینید، محل دشمن رو یک کروکی گرفته، یک نگاه کنید و بروید عرفات. درسی که در ابتدا ما میگیریم اول اینه که مکان دشمن را شناسایی بکن. یا در منا مکان دشمن، هدف دشمن حمله نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که آماده نیستی. و قرآن وقتی میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، حالا برو لحظات بنشین فکر بکن که دشمن از چی راه وارد شده، بالمثل در مقابل از او آمادگی بگیری. شب اول منا وقت شب 9 حجاج میرن، این شب تفکر هست. درست. شیطان از چی راه زده؟ 40 سال 50 سال عمر من در چی سالهای، در چی روزهای، در چی ساعتهای، چگونه گناهانی، از چی راههای،
فردا روز عرفات الله سبحانه تعالی روزیه که دروازه های توبه را باز. دروازه های توبه همیشه بازه، اما رحمت پروردگار در روز عرفه برای اهل عرفات واضح و مشخصه که روزیه که خارترین ذلیلترین روز برای شیطان روز عرفات هست که در یکی از شله های کوه رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که در آن روز بر سر خود خاک میریزه و خاک میپاشانه که امروز تمام نقشه هایی که من بر اینها کشیدم همه نقشه بر آب میشه با یک دست بالا کردن و یک قطران اشک ریختاندن. الله سبحانه و تعالی در روز عرفات این بنده خود را کاملا مجهز میکنه، پاک میکنه از گناه و حالا میگه از گناه پاک شدی، دشمنر با توبه و تضرع با اینها شکست دادی، حالا شب برو در مزدلفه در اونجا لحظات استراحت بکن، باز هم نیاز به تفکر هست. از اونجا سالا را گرفته و به اصطلاح مجهز حرکت بکن طرف منا. وقتی حال حجاج بعد از عرفات رجع که یوم ولدته من الذنوب، از گناهان حالا آمده پاک، دشمن چی کسی شکست میده؟ کسی که مجهز باشه. شیطان چی وقت انسان میتونه به زانو در بیاره؟ که انسان پاک باشه. شیطان چون قسم یاد کرد همر اغوا میکنم، همر گمراه میکنم، همر جهنمی میکنم مگر بندگان صالح. امروز همه در عرفات صالح شدن، همه تائب شدن، همه بندگان مخلص شدن. حالا دیگه شیطان در مقابل از اینا نمیتونه مقاومت کرده، میاین در منا. این ریگایی که 7 دانه بر میداریم، روز اول جمره عقبه، روز دوم مثلا 3 جمره داریم، جمره اولا، وسطا، عقبه، هر جمره 7 ریگ یک ریگ ها زده بشه، به این که در اونجا شیطان بسته شده باشه و بالاخره در اونجا گذاشته شده باشه و الله سبحانه تعالی او را در اونجا قرار داده که هر کس بیایه و بالاخره سنگ به پینک از او بزنه. چنین نیست که ما بیاییم جسم شیطان در اونجا باشه که ما او جسم مورد هدف قرار بدیم. به خاطر این که ما چندین مرتبه شاهد این هستیم که منا کاملا از ریشه برداشته شده و جدید ساخته شده و بالاخره در این راستا و میبینیم متاسفانه که در اونجا بعضی از حجاج چنان عصبانی میشه که بعضی سنگای بزرگ برمیدارن میزنن، بعضی با کفش خود میزنن، بعضی بعد از زدن هم یک دشنام هم به شیطان میدن. نه، روز عرفات پاک شدی، ایز زدن شیطان در روز جمره، در روز اول عید که جمره عقبه هست و روز دوم و سوم که 3 جمره زده میشه، اینها هر کدوم برای ما درس ها داره. درس چی؟ هر ریگی که ما به طرف شیطان پرتاب میکنیم، هر ریگ به ما درس داره. حالا شدیم بنده صالح الله سبحانه و تعالی، حالا شدیم بنده مخصوص و بنده مخلص الله سبحانه و تعالی، حالا شدیم رجع که یوم ولدته امه. ریگ اول که میزنیم حاجی باید به این فکر باشه که در گذشته من اعمالی که انجام میدادم اگر به شرک آلوده بود، یا الله این ریگر پرتاب میکنم به طرف شیطان، دیگه من از شرک و اعمال شرکانه و ریا و شرک خفی من از اینا همه بیزارم. اور مورد هدف قرار بده. یعنی دمی که ریگر میزنه، لحظه که ریگ اول زد، شرک مد نظر داشته باشه و بالای شرک هدف بگیره. ریگ دوم بدعات و خرافاتی که در اعمال ما بوده، حالا توبه کردیم در عرفات از همه زشتی ها، از همه ناروایی ها، از همه گناه و معصیت، جای هدف قرار دادن لحظه جمرات هست. چون ریگر وقتی به جان شرک زدیم، در حقیقت به قلب شیطان اصابت میکنه. وقتی بدعت زدیم
قلب شیطان شما مورد هدف قرار دادیم. به همین طریق ریگ بعدی به جان غیبت، ریگ بعدی به جان تهمت، ریگ بعدی به جان لهو و لعب، ریگ بعدی به جان همه زشتی ها و اعمال زشتی که در زندگی و در اینها هست. شما میبینیم که در پایان جمله شما دعا داریم، دستان رو بلند میکنیم، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب. در پایان هر اعمالی که او اعمال به خاطر الله سبحانه و تعالی اجرا میشه، شما رجوع میکنیم به سوی الله. پس یا الله، من دشمن رو زدم، من دشمن رو شناختم، شیطان رو شناختم که دشمن بزرگ هست. کسی بود که ابراهیم و اسماعیل و هاجر را آمد در این وادی میخواست به وسوسه بیندازد. کسی که آدم را به وسوسه انداخت، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری. پروردگارا، من توبه کردم، من شیطان را زدم و برنامه های شیطان را مورد هدف قرار دادم، اما بدون تو من کاری کرده نمیتوانم. اگر کمک تو نباشه، پشتیبانی تو نباشه، تو حامی من نباشی و تو حافظ من نباشی، همین دشمن بار دیگر مرا به گمراهی میکشاند. پس این دروس ما از لحظه جمرات و از قدمی که در منطقه جمرات میزنیم کاملا این دروس به ما میده که دشمن شناسی، اهداف دشمن، برنامه های دشمن و چگونه دشمن میخواه که ما را از بین ببره و ما در مقابل چگونه ازارات بگیریم، چگونه آمادگی بگیریم. شیطان به هیچ عنوان انسان به زانو در آوردن نمیتونه الا که مگر کمک و یاری از پروردگار عالم بخواه. شما ببینید مسئله اعوذ بالله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. در ابتدای تلاوت قرآن ما چه کار میکنیم؟ اعوذ بالله، پناه میجوییم به خدا از شر شیطان. ما به هیچ غیر از الله سبحانه و تعالی به هیچ جای نمیتونیم از شر شیطان پناه بجوییم. اگر به تعقیب ما یک فاسق باشه، یک فاجر باشه، یک ظالم باشه، هر ظالم دیگری باشه، ما یک پناهگاه به خود پیدا میتونیم کرده. به یک خانه پناه ببریم، به یک قوم پناه ببریم، به یک پادشاه پناه ببریم، در عالم اسباب و بالاخره از یک کشور به کشور دیگه پناه ببریم. در این حالت ولی از شر شیطان، از مکر شیطان، از حیله شیطان، از برنامه شیطان هیچ پناهگاه انسان نداره مگر پناهگاه حقیقی که او پناه ذات اقدس الهیه. که ما باید همیشه این دعای ما باشه که ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایا به تو پناه میجوییم. پروردگارا، این بزرگترین دشمن هست، مکرش خیلی قویه، وسوسهش خیلی قویه، همه بالاخره، اما تو ای ذات اقدس الهی از این قوی تری. تو خالقی و این مخلوق توست. در مقابل قوت و قدرت تو این هیچ هست. فقط به تو پناه می جوییم از شر این شیطانی که قسم یاد کرده که انسان را گمراه میکنه. پس دروس جمرات کاملا دروسیه که انسان را متوجه میسازه به این که ما دشمن شناس باشیم. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. بدون شک درس های در این مدرسه، البته در هر قدمش قسمی که قبلا اشاره کردین درس هست. امیدوار هستیم که استفاده کرده باشیم. فقط چون وقت برنامه ما رو به پایان هست، احمد جان اشاره میکنه که ما 10 دقیقه وقت داریم. میخوایم از این مدرسه شاگردهایی که کامیاب بیرون میشوند را بشناسیم، تا آن عده برادران ما که فعلا در این سرزمین قرار دارن برای حج آمدن خود را در زمره کامیاب ها قرار بدن و آنانی که در سالهای آینده قصد دارن خداوند نصیب آنها بگردانه، آنها چطور در این مدرسه آمده ثبت نام کنن و از اینجا کامیاب بیرون شوند. کامیاب های این مدرسه که هستند؟ اگرچه سوال شما بسیار سوالی است که باید مفصل توضیح داده بشه و باز هم من کوشش میکنم که انشالله که خلاصه بیان کنم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور، مقبول، پاداشی چیه؟
هیچ چیزی نیست الا الجنه، مگر جنت. سبحان الله، چه پاداشی است. پاداش عظیم و بزرگی. دیگه ما از این پاداش دیگه بزرگتر برای هیچ پاداشی از این بزرگتر ما نداریم. فقط میخوام ایر بیان کنم که مژده و بشارت برای تمام خواهران، برای تمام برادران، برای تمام عزیزانی که این نعمت حج نصیبشان شده. اما باید ایر فراموش نکنن که حج مبرور چی هست. حج مبرور مقبول پاداش از او جنت هست، به شرطی که حج با شرایطش انجام داده بشه. حج مبرور بشه. بله. مهم اینه که الحج المبرور، رسول صلی الله علیه و سلم نگفتن که خود الحج برین میکنه که حج های غیر مبرور هم هست. فقط به طور خلاصه و فشرده حج مبرور و چی کسانی حج مبرور هست، حج مقبول هست که از الله سبحانه و تعالی میخوایم حجاج عزیز ما حج همه حج مقبول و مبرور بگردانه. اول اینکه الله سبحانه و تعالی میفرماید و اتم الحج والعمره لله. شرط اول اخلاص هست، یعنی در حج ریا نباشه، عجب نباشه، سمع نباشه، نشان دادن به دیگران نباشه، به خاطر حاجی شدن نباشه، به خاطر این و اون نباشه. لله، اخلاص کامل به خاطر الله سبحانه و تعالی. از لحظه‌ای که از خانه بیرون میشه تا لحظه‌ای که برمیگرده باید در این سفر کاملا اخلاص باشه. دوم چیه؟ این که مصارف حج از حلال باشه. پولی که به خاطر حج پرداخته میشه، مصرفی که در راه حج میشه، کاملا چون به خاطر خدا حرکت کردیم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاکه، جز پاکی دیگه چیزی رو نمیپذیره. پس این دوم از شروط حج مقبول و مبرور هست. سوم، حج متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند در تمام مراسم، جالب رسول الله این را تکرار میکردن، در منا، در عرفات، در مزدلفه میفرمودن خذوا عنی مناسککم. شما مناسک خود از ما بگیریم. اگر در این را اخلاصم بود، مالم پاک بود، اما حاجی بیامد حج به کیف خود به میل خود انجام داد، مطابقت و موافقت به حج رسول الله نداشت، این حج مقبول و مبرور نصیب نمیشه. باید اعمالی که در این سفر انجام داده میشه مطابقت و موافقت به رسول صلی الله علیه و سلم. چهارم از جمله حج مقبول و مبرور اینه که تغییرات در اعمال و افعال انسان و اقوال انسان آماده باشه. وقتی قرآن اشاره میکنه الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فسق و فجور و جدال همیشه بده و زشته، در این سفر بدتر است. اینجی وقتی ما میگیم دروسی که در حج نوفته، حاجی وقتی از سفر حج برمیگرده باید کاملا تغییرات برای از او آماده باشه. تغییرات در گفتارش، تغییرات در اعمالش. بی نماز بوده باید کاملا پایبند نماز باشه. بیع و شرایش اگر آلوده به حرام بوده باید کاملا پاک بشه. اگر اخلاق ناشایستی داشته به داخل خانه، خانواده، همسایه، منطقه، قریه، باید کاملا به گفتارش و اقوالش به اینا همه باید تغییرات آماده باشه. وقتی تغییرات آمده بود اینجا بدانه که حج ازی حج مبرور بوده، حج مقبول بوده. اگر همان کسی که بود و رفت و برگشت، ماری بود و اژدها رو برگشت، خب این حج با حالش فایده نکرده. پس باید در تمام اعمال عبادیش، اعمال اخلاقیش، در کار و معاملاتش تغییرات آماده باشه. من میخوام این نکته اشاره کنم جناب استاد بزرگوار. متاسفانه که بعضی از انسانها در حالتی که در سفر حج قرار داره، شاید هم ممکن در منا و عرفات و مزدلفه باشه، در داخل این مکتب و مدرسه شامل شده، ثبت نام کرده، جز شاگردان شده و مدیر مدرسه که
از فوق آسمان ها میتونیم بگیم معلم این میگه شما فسق و فجور و جدال نداشته باشیم، میبینیم در بین منا و عرفات و مزدلفه بعضی انسان ها لهو و لعب و جنگ و دعوا و اینها حج مقبول و مبرور نیست. میبینیم که در گوشه نشسته عوضی که بیاد خدا به ذکر الله سبحانه و تعالی باشن، غیبت و بحث و انوز بحث دنیا و بالاخره در این قضایایی که وقت و فرصتش اون لحظه نیست جز یاد خدا. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بیاد خدا باشید در این سرزمین. از همه مهمتر چیزی که شاید شما ده ها برادر دیگر به چشم سر دیدن، حاجی در حال احرام حرکت به سوی عرفات و منا و مزدلفه هنوز سیگار به دهن داره، هنوز این دودی که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند که این حرام هست، این حرام مضر به دینت و به وجودت و به روحت و به روانت، تو چی رقم لبیک اللهم لبیک سیگار رو کشف کن. به خدمت استادیم. به خدمت چی استاده ای؟ به خدمت شیطان؟ به خدمت هوا و هوس؟ به خدمت این که بالاخره این دود و پوف و اینها رو چگونه در منا و عرفات و مزدلفه قرار گرفتید؟ پس حج مقبول و مبرور اینه که شخص اعمال زشتی که در قبل از حج داشت بعد از حج اینا تکرار نشد، این حج مقبول هست، حج مبرور هست. به این حاجی رسول صلی الله علیه و سلم، مثلا یک خواهر قبل از حج کاملا بی‌حجاب بوده، حال حج کرده، اگر برگشت پس به سوی بی‌حجابی خود حج مقبول و مبرور کسب نکرده. اگر انسان رشوت و قمار و سود و نعوذ بالله اعمال زشت دیگر قبل از حج داشت، حج کرد، پس رفت به همون میز و چوکی رشوت و رشوتخوری نشست، این حج مقبول و مبرور نصیبش نشده. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج المبرور لیس له جزاء، حج مقبول و مبرور هیچ جزای نداره الا الجنه، مگر که پاداش از او جنت هست، لقای پروردگار هست، همه نعمت هایی که در بهشت آماده شده برای این شخصه. پس به طور خلاصه و فشرده در حج اگر اخلاص بود، در حج مصارفش از رای حلال بود، در حج اعمال موافقت و متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم بود، بعد از حج تغییرات بود، این شده حج مقبول و مبرور. الله سبحانه و تعالی برای همه حجاج عزیز و گرامی حج مقبول و مبرور عنایت بفرماید و عزیزانی که تا به حال نعمت حج نصیبشان نشده از الان تصمیم بگیرن و اراده کنن که هر وقت عازم سرزمین حرمین شریفین میشون نیتشان این باشه که حجشان باید حج مقبول و مبرور باشه که پاداشش جنت بشه. پروردگار عالم به همه حجاج حج مقبول و مبرور عنایت بفرمایه و حجاج عزیز ما صحیح و سالم به خانه و زندگی و کاشانهشان برساند. آمین. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از شما بنده های عزیز. امیدوار هستم که از صحبت های جالب و همه‌جانبه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری مستفید شده باشید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك الله